صبح 10 ایولی سال 2021 در شرق تاجیکستان زمین لرزه رخ داد که بنا به اطلاع اولیه 5 نفر به هلاکت رسیده بود، از جمله 4 کودک از 6 تا 12 ساله. رسما مقامات تا حال از خرابشوی حدود 20 خانه خبر دادند، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی تعداد خانه‌های آسیب دیده را صدها عدد میگویند. رسابت 72 سالی زمین جنبی هایید که صبح 10 ایولی سال 1949 رخ داده بود، ده‌ها هزار کشته مردم کشور را به سوگ شینانده بود. با زمین لرزه مرگبار تکرار یافته چندین کس را کشت. برای دقیق کردن خسارات و تلفات زمین لرزه امروزه تحت ریاست قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان گروه مخصوص کاری تأسیس یافته، بسیاری از اعضای حکومت به جای حادثه سفربر کرده شدند. این در حالی است که محض صبح 10 ایول و محض در شرق تاجیکستان پرفاجعه ترین زمین جنبی در تاریخ کشور رخ داده بود. یکی از پرفاجعه ترین زمین لرزه ای که در جهان سال 1949 ساعت تقریبا 9 سحر 10 ایول تاجیکستان را سخت تکان داد که در یک میجه زدن هایید به خاک یکسان شد. زمین جنبی که ریختن کوه و سنگپاره ها و سیل را در پی داشت، جان ده ها هزار نفر را ربود بود. از روی معلومات گوناگون آن زمان از 15 تا 40 هزار آدمان زنده به زنده زیر خاک مانده به هلاکت رسیدند و باز این آفت در همان روز در همان مناطق کشور رخ زده خسارات جانی و مالی زیاده به بار آورد. اهل ایجاد پرستیجی به همه عائله هایی که از این آفت طبیعی پیوندان و نزدیکان خود را از دست دادند غم شریک بوده، برایشان از درگاه خداوند متعال صبر جمیل را خواهانم.